امروز واقعا هم دو دسته که واردی میدان میشوند این سال برای چند تماشا کرده بودیم و فکر میکنم که امروز شاگردان الکساندر کریستینین هم میتوانند یک بازی خیلی و خیلی خوب رو به نمایش گذارند و نظر به همان رقابت امروز در حیطی دسته خوجان تأخیرات هست و البته تأخیرات چندان زیاد نیست، ولی مربی روز چرشف سرمربی دسته روشن حیطی دسته روشن هم نظر به بازی آخرینی که با تیم سرایکمر در دایره جام کشور داشت اندکی تغییر یافته است، زیاد نه اندکی، ولی امروز برای دسته روشن رسیدن به نتیجه های خوب در مرحله دوم مسابقه تلاش خواهد کرد. آمدن الکساندر کریستینین هم معنای آن را دارد که رهبریت دسته خوجان میخواهند در مرحله دوم چمپیونات یا لیگ عالی یک نتیجه خوب گرفته باشند، ولی ما میبینیم که امروز در کدام حالت قرار دارد این بازیگری جوان. حالا پرتابی علیشر شکورов با جریمه‌گاه دسته روشن ضربه با سر اجرا میشود و خوجان رفت این پاس. اکنون حمله ایجابی بازیگران تیم خوجان رو میبینیم. علیشر شکورov ارسال بسیار خوب، فرصت ولی محافظتگری دسته ازبک حیطوف از کنار چپ میدان ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. حیطوف پس او با حملهگری دسته امکانیت برای بازیگران تیم روشن، ولی پرتابی بلندی و با جریمه‌گاه دسته خوجان و امکانیتی بسیار خوب برای مهمانان. دسته سرایکمر بسیار دعوا میکردند که با بازیگری آنها کارت سرخ نادرست داده شد. حالا امکانیت برای دسته روشن، فرصت برای دسته روشن، ولی شونازرov هم رو با هم دستایش موفق میشوند. شکورov امکانیت برای دسته خوجان، اینجا مبارزه ادامه. پرتو با کنار چپ میدان بسیار موفق است، اینجا بسیار هنرنمای خوبی علیشر شکورov، فرصت برای علیشر، ولی یوگنی گریتسینکا این ضربه رو برمیگرداند. بهترین امکانیت برای علی دسته روشن، ارسال تو با بوکچویچ، ادامه حمله دسته خوجان رو میبینیم. فرصت برای میناسیان، ولی گریگور مرادوف، بابایف، فرصت برای شریدین، ولی ضربه او امکانیت برای عزیزبک حیطوف، ضربه خیلی هم سختی دسته خوجان گذاشت و توبرابای بسیار خوبی بازیگری دسته روشن، اما انجامش عزیزبک حیطوف. امکانیت ادامه دادن حمله هست، توجه میکنیم. پرتاب مرادوف، فرصت و دروازه‌بان دسته خوجان نیکیتا ژیما توپ رو میگیرد، اما بازیگران روشن به توجه میکنیم. ضربه مرادوف، اولالووا ضربه زد. اینجا دشوار است گفتن که توپ در داخلی دروازه، چون که ببینید حرکتی دروازه‌بان. بله اینجا فکر نمیکنم که توپ در داخلی دروازه باشه. میبینیم دوران ارگاشف، بسیار ضربه خوب اما بلندتر دسته خوجان. به توجه میکنیم با فرصتی که اونها دارن، اینجا افساید نیست، ادامه حمله دسته خوجان از کنار یاسی میدان، فرصت برای بازیگران خوجان، اما این چی بود؟ این پاس بود پرتو یا علیشر شکورov. حالا میبینیم دوران ارگاشف، ضربه و گل، و این چی گلی زیبایی بود با اشتراک دوران جان ارگاشف. دیگر با این گلی زیبا توجه میکنیم. دوران ارگاشف خیلی ضربه عالی با کنج بالای دروازه دسته روشن، حساب 1-0. گریتسینکا و شاید به خاطر اون که پرتابی سعودی کووزچو با جریمه‌گاه و گل، 1-1 حساب بازی در زودترین فرصت. ایان ولی اولالووا توجه میکنیم این لحظه افساید نیست. در وضعیت استانداردی دو فوتبالباز خط دفاعی دسته خوجان، اسیلجان بگیمخولوف و فردوس عبدالسلیموف، عبدالرحمن نازیموف. پرتابی با جریمه‌گاه دسته خوجان، عزیزبک حیطوف، ارسال تو باز جون عزیزبک حیطوف، فرصت و گل، حساب 2-1. ایان ولی اولالووا و چگونه بازم فوتبالبازان خط دفاعی دسته خوجان آزاد میگذارند حملهگری دسته روشن رو توپ رو با دروازه خوجان روان کند. بیا توجه میکنیم در این حالت افساید نیست. خب پرتاب عزیزبک حیطوف رو میبینیم، بله افساید هم نیست. باز هم از جانب فردوس عبدالسلیموف و دیگر محافظتگران تیم
ادامه حمله دسته خوجند. بوهیر سنگینباєв فرصت برای دسته خوجند و اینجا با توپ و صدای اشتراکی داور رستم نورمتov از انجام بازی بین دسته خوجند و روشن درک میدهد با حساب 2-1 در لحظه های آخرین دسته روشن بر تیم خوجند